عیبدارکننده دولتی روز 29 دکامبر از دادگاه برای ظفرجان نصرالدین و عظیموف عبدالله دو ساکن دهه یشم نویه رشت که قتل امنیه 21 سالهشان علیرضا خدایارف عیبدار می شود متناسباً به 20 و 19 سال زندان طلب کرد. عیبدار کننده گفته است دلیل های جمع آورده تفتیشات دست داشتن این دو نفر در قتل خدایارف اثبات می کند. مرافعه پرونده قتل علیرضا خدایارف در دادگاه اولی تاجیکستان تحت ریاست دادرس سفربک غلامزاده جریان دارد. اما زبیدالله خدایارف پدر علیرضا خدایارف که در این پرونده همچون جبر دیده میگذرد از ادوکات آنها فیضعلی مظفرов 19 و 20 سال زندان را برای آدمکشی از جانب گروه شخصان با مصلحت پیشکی کم نامیده قسم دوم ماده 104 کودکس جنایتی تاجیکستان برای چنین جنایت‌ها همچون جزا از 15 تا 25 سال زندان یا حبس عمرباد پیش بینی میکند. بلاگ نویس جنیدالله خدایارف عمک علیرضا خدایارف که روز از جریان مرافعه در صحیفه‌اش در فیسبوک گزارش می‌دهد خبر داد که رئیس کننده مرافعه غلامزاده سفربک تا روز 6 ینور سال 2022 تنفس اعلان نموده به خانه مشورتی رفت و قرار است روز 6 ینور حکمشان اعلان کند. جنیدالله خدایارف نوشت که آنها از طلب خود برای به کرسی عیبداری شناندن 4 نفر دیگر از اولاد حمیدوف را که به عقیده خدایارف آنها هم در قتل علیرضا خدایارف دست دارند دست خواهند برداشت. خدایارف میگویند نیمه دوم روز 12 ایول در دهه 8 6 نفر از اولاد حسینوف و حمیدوف علیرضا خدایارف سال تولدش 2000 دانشجوی سال دوم رشته حقوق دانشکده رشت را هدف حمله و لطکوب قرار دادند. در عین زنوزنی علیرضا خدایارف را به قفس سینه‌اش کار زدند. او را در حالت وزنین و بیمارستان بردند ولی طبیبان نتوانستند این جوان را از مرگ نجات دهند. مقامات ملیس ابتدا 4 نفر را از اولاد حسینوف و حمیدوف در رابطه با این حادثه دستگیر کردند ولی در نهایت پرونده تنها ظفرجان نصرالدین سال تولدش 2000 که گفته می شود ضربه کرد را به قلب علیرضا خدایارف محض او زده است و عظیموف عبدالله تا به دادگاه رسید. خدایارف طلب دارد تا همه آنهایی که در حمله به علیرضا اشتراک داشتند به جوابگری کشانده شوند و اما حمیدوف این را رد میکنند و میگویند علیرضا را ظفرجان کشته است و باید فقط او برای این کار به جوابگری کشیده شود. خصومت بین حسینوف و حمیدوف با خدایارف از بس بر اثر یک قطعه زمین آغاز یافته چند سال باز ادامه دارد. ماه ینور سال 2018 هنگام بازی والیبال بین این دو اولاد زنوزنی رخ داد و آن وقت محمد رجب خدایارف را بر اساس ماده 237 قسم 3 با جرم افباشی بر اساس ماده 110 قسم 2 با جرم رساندن ضرر وزنی به سلامتی به 5 سال و 6 ماه زندان محکوم کرده. برادر او محمد رازق را با جرم افباشی 30,000 سامانی جریمه بستند و علیرضا خدایارف را نیز بر اساس ماده 237 در افباشی گناهکار دانسته فقط برای اون وقت نابالغ بودنش 2 سال حکم زندان شرطی داده بودند. با گفته خدایارف در آن زنوزنی امین ظفرجان نصرالدین که حالا برای آدمکشی به حبس گرفته شده است نیز همراه برادرش علیشیر و چند تن دیگر از خویش و تبارش اشتراک داشته است. در اول سال 2019 وقتی مقامات نویه رشت جنیدالله خدایارف عمک علیرضا را که با بلاگ‌های انتقادیش درباره راهبران نویه نام برآورده بود به سلفیگرایی عیبدار کرده به ضدش پرونده ساختند. حسینوف و حمیدوف به کمک مقامات شتافته در جریان تفتیشات در دادگاه به ضد جنیدالله خدایارف بیان دادند. جنیدالله خدایارف را بر اساس اتهام ساخته به 1.5 سال زندان محکوم کردند و او تنها بر اساس قانون عفو در پایان تیر ماه سال 2019 از محبس آزاد شد.